به سرود و به صدای سرزمین من، سرزمین من. امین دختر من در افغانستان است، دو دختر دارد، عائله دارد. شوهرش در آنجا همراه طالبان اسرائیلی کرده است. دخترم را در حالت کما رساندند. به خاطر که حالتش بسیار خراب شد که من اینجا همراه خود امین اسناد را دارم که همش نزد من است. من مستند این را گرفتم. مرا در تلفن هختار میدن، در تلفن بسیار چیزا روان میکنند که تو یک بار اگر مرد هستی بیای افغانستان، بیا دخترت را نجات بده. باز اگر من مجرده که در افغانستان برم 100% مرا میکشن. چیز ندارم، تذکره پاسپورت هیچ چیز ندارم. من قید کردم، تهدید کردم میره مامای من، اولادایتم میکشم، در تلفن‌ها زنگ کردم میره. من از جناب جلالتمآب پیشوای ملت رئیس جمهور امام علی رحمان خواهش دارم که اگر مرا بپذیرد یا در مورد همین دختر من کدام کاری بکند. ای سرور ملت و ای صاحب ایمان، امام علی رحمان، امام علی رحمان. دشمن فتاده در قدمت خوار و ناتوان، امام علی رحمان، امام علی رحمان.